دوستان عزیز، درود بر شما. امروز قصد دارم یکی از قوی ترین و عجیب ترین و بهترین طلسمات سفلی رو که به جهت ترقی و پیشرفت استفاده میشه رو به شما نشون بدم. این عمل یا طلسمی رو که میبینید برای اشخاصی هست که میخوان در محل کارشون حالا و در هر جایی که شاغل هستن پیشرفت کنن. دقت کنید که این طلسم دقیقاً باید به همین صورت نوشته بشه و یک نکته مهم هم داره. نکته بسیار مهم این هست که شما باید عزائم رو از پایین به بالا بنویسید، یعنی برعکس باید باشه. از پایین شروع کنید به نوشتن و در قسمت بالا به جای فلان ابن فلانه اسم خودتون و مادرتون رو باید بنویسید. زمان نوشتن باید در روز یکشنبه باشه، در زمان طلوع خورشید. این رو بر روی 2 ورق، یعنی 2 نسخه باید از این تهیه کنید، بر روی 2 ورق جداگانه بنویسید و با حبر روحانی یعنی مشک و زعفران و گلاب اینها رو مخلوط میکنید، میشه حبر روحانی و مینویسید تا میزنید به شکل حجاب در میارید. یکی رو در محل کار قرار میدهید و دیگری رو در یک کیسه چرمی میگذارید و به گردن میاندازید و در هنگام انجام این عمل شما باید از بخور جاوی استفاده بکنید. دوستان عزیز، این طلسم بسیار قدرتمنده، طلسم بسیار مجرب و زمانی که این طلسم رو شما انجام دادید از قدرت و پیشرفتی که اتفاق خواهد افتاد شگفت زده خواهید شد. موفق باشید.